دوستان عزیز سلام علیکم، خوش آمدین به ویدیو آموزشی امروز براتون نشان میتونم که چگونه پیام انگلیسی تان را که در واتساپ هسته اگر وقت ندارین خودتان بخونین یا طولانی هسته آیفون خودش براتون اون را بخواند. برای انجام این کار میریم در setting، در accessibility spoken content چون من قبلا فعالش کرده بودم. اگر شما رقم غیر فعال باشه سری گزینه تگ میکنین و سپیک سلکشن تان فعال شد. حالا میریم در واتساپ، یک پیام برامون میخوانه، میریم بالای پیام مکم میگیریم more. Hi Rashid, my name is Emma. I am a virtual assistant to assist you to be connected to us ASAP. To start, please choose your preferred language. Rashid. این دوستان دیدین که برای ما پیام را خواند. این بود آموزش امروزی ما. چینل ما را حمایت کنین، سابسکرایب کنین، لایک، کامنت یادتان نرود تا از بهترین آموزش های ما با خبر شوید.